الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سومین از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه سوم معنای کلمه لا اله الا الله را به شما بیان خواهیم کرد. در حقیقت کلمه لا اله الا الله معنی بزرگ دارد. به شما در حلقه اول و دوم معلوم گشت که این کلمه توحید لا اله الا الله چی درجه دارد، چی مکانت دارد و چی فضیلت دارد. وقتی که یک کلمه مکانت درجه بزرگ دارد و اصل دین است و آفرینیش تمام این مخلوقات به خاطر همین کلمه پیدا شده است، فضیلت های بی نهایت زیاد دارد، پس همه این تعلق به معنای همین کلمه هست. بارک الله فیکم. علما می گویند کسی خواهد که کلمه لا اله الا الله را بفهمد، نیست معبودی بر حق بجز الله را بفهمد، باید اولا اعراب این کلمه را بفهمد. اعراب این به زبان عربی است، به تاجیکی قاعده عربی یا قاعده گذاری ادبیاتی عرب را نسبت این کلمه داند. حتی به زبان روسی میگن گراماتیک این کلمه را بداند. وقتی که قاعده نحوی و قاعده آموزش عربی فهمیده می شود، معنای این کلمه درست و صحیح بیان می گردد. پس فهم معنای درست توقف بر فهمیش اعراب این جمله می باشد. علما رحمهم الله تعالی به نهایت اهتمام سخت را در اعراب این کلمه، این جمله لا اله الا الله ذکر کردند. گفتند لا اله الا الله که حرفی لا یعنی نیست. لا معناش نه گفتنی گفت، در اینجا به معنای نیست معبوده. لا اله معبود. کلمه لا این نیست. مثلا به شما کسی بگوید که به نزدم بیا، به زبان عربی اگر خواهید که بگوید نه، شما میگید لا. در زبان عربی میگن این حرف لا نافیه للجنس است. نافیه للجنس، جنس را نفی میکند. بعد از خود آمده چیزی که آمده است جنسش را نفی میکند، رد میکند. البته این از اخوات این هست، این کأن لکن لیت لعل لا. بعد از خودش آمده که اسمی که بعد از خودش می آید آخرش را فتحه میکند و خبر را رفع میکند یا ضمه میگیراند. اسم را منصوب و خبر را مرفوع میکند. البته این سخنهای من به بعضی از طالب علمان شاید تعلق داشته باشد. ان شاء الله فکر میکنیم که این صحبت های ما فایده آور است، گرچنده که انسان های عادی از این صحبت ها شاید کم درک بکنند، کم فهمند.
پس وقتی که لا آمد، حرف لا آمد، بعد از خودش آمده اسم باید چی بگیرد؟ آ گیرد. مثلا لا اله. چرا لا اله لا الهی نشد یا لا اله ساکن نشد؟ برای آنکه اله اسم است. اله اسم است، معبود اسم است، نام یک ذاتی که پرستیده می شود. اسم دلالت به نام ها می کند. اسم یا که میگیم حتی در زبان ادبیات تاجیکی هم در مکتب میانه میخونید که اسم یک کلمه است که دلالت به نام ها، به نام های چیز، به نام های اشیا، به رنگ ها، به صفت ها میکند. پس وقتی که این حرف لا آمد، بعد از خودش آمده فتحه می شود. و اله این اسم است، اسم الله است. پس مبنی بر فتحه هست. مبنی بر فتحه گفتن نگاه این است که همیشه به آ می آید. اله همیشه اله می آید. وقتی که حرف لا آمد، لا اله، حرف لا آمد، بعد از حرف لا حتما باید اسم بیاید، بعد از اسم باید خبر بیاید. خبری لا اله الا الله کجاست؟ وقتی که ما لا اله الا الله میگیم، لا بعد از لا اله اسم لا، اما خبر موجود نیست. خبر در این کلمه ظاهرا دیده نمیشد. لا اله الا الله وقتی که میگید خبر نیست. خبر در کجاست؟ خبر محذوف است. محذوف پنهان، یعنی حذف کرده شده است، پنهان است. تقدیرا حق، یعنی لا اله الحق الا الله. معناش این است که ای لا اله حق، یعنی لا اله حق الا الله. معنای لا اله الا الله ببینید چی شد؟ نیست معبودی بر حق. اگر این خبر را شما نگوید، معنای لا اله الا الله این میشد که نیست معبود بجز الله. برای همین بعضی از دعوتگرانی که علم از توحید ندارند، دعوتگرانی که با منهج اهل سنت و الجماعت یا که نخواندن یا که عموما تقصیر و کمبودی در فهم این مسائل دارند، معنای لا اله الا الله را میگویند نیست معبود بجز الله. اینها ترجمه تحت اللفظی میکنند، از گراماتیک، از قاعده نحوی بیخبرند. علما میگویند این چنین معنی دادن لا اله الا الله خطا است. شما بگید که نیست معبود بجز الله، اگر بگید خطا است. چرا که شما یک کلمه رو در اینجا پرتافته ایستادید. خبری اساسی، خبری لا، حرف لایی که آمد در اولی لا اله الا الله، لا که آمد، بعد از این اسم و خبر حتما بیاید. اما در اینجا خبرش محذوف است، حذف کرده شده است، در تقدیر هست. این قاعده زبان عربی همچنین است. معنیش این است که لا اله الحق الا الله. به زبان تاجیکی می شود نیست معبود بر حق بجز الله. همین وقتی که بر حق را نگفتید، بسیار خطاگی ها و مشکلات ها و فهم های بدعتی پیدا می شود. بارک الله فیکم. انا این یک قسمی لا اله الا الله، لا اله الحق. نیست، لا نیست اله معبودی، یعنی ذاتی که پرستیده می شود. معبود یک ذاتی که پرستیده می شود، یعنی الله. نیست معبودی یک چیزی که پرستیده می شود، ذاتی که پرستیده می شود. الحق، حق. چرا حق؟ برای آنکه معبودان به حق زیاد هستند. امروز علما میگن در هندوستان زیاده از صدها دین وجود دارد. حتی علما ذکر میکنن زیاده از 1000 دین وجود دارد. همه شما شاید فیلم های هندی را دیده باشید، خصوصا امروز. سبحان الله، این یک آفت است که فرزند مسلمان از فیلم هندی همیشه مشاهده می نماید. در سرشوی فیلم فیل را نشان می دهند، گاو را نشان می دهند که پرستیده می شود و قبیله های دارد که خر را می پرستد، موش را می پرستد. مرحمت به
اینترنت داخل شوید و ببینید که مردم چگونه موش را میپرستند. در هندوستان یک معبد موش وجود دارد که در درونش هزارها موش زندگی میکند. موش که مردم میروند به این موش ها شیر میدهند، به اینها سجده میکنند. سبحان الله. قبیله از قبیله های هند شیر را، دیگرش پلنگ را، دیگرش آلت مرد را، دیگرش آلت فرج زن را میپرستد. این چنین جهالت سبحان الله زیاد شده است. عموما اهل بت پرست وطن امروز زیاد است. پس همه اونها چیزی که میپرستند این را اله میگویند، معبود مینامند. سنگ را پرستند هم اله مینامند. برای این وقتی که شما گفتید که نیست معبود، در این دنیا یگان معبود نیست، اگر گوید یک مشرک می آید و میگوید که چرا نیست، معبود هست. انا این فیل معبودی من، انا این گاو معبودی من. چخیلی که هندی ها گاو میپرستد. برای همین در نزد اونها گاو مقدس ترین چیز است. سجده به این گاو میکنند، عبادت به گاو میکنند. اعوذ بالله من ذلك و الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الله را حمد و شکر و ثنایی ستایش میکنیم که ما بندگانش را هدایت کرده است، هدایت نموده است. اگر الله ما را هدایت نمی کرد در حقیقت خار و ذلیل و گمراه بودیم. الحمد لله علی نعمت الاسلام. الله را شکر به این نعمت اسلام که به ما هدیه کرده است و توفیق به هدایت نموده است. پس برادران و خواهران عزیزم، وقتی که شما خبری لا را، یعنی لا اله الحق را نگفتید، یک انسان میتواند به شما اعتراض بگیرد، بگوید که اله هست در این دنیا غیر از اله شما، غیر از معبود شما دیگر معبود هم هست. ما میگویم که بله، غیر از معبود ما، غیر از الله دیگر الهی که در این دنیا میبینید وجود دارد. اله شما قبر است، اله شما سنگ است، اله شما خر است، اله شما گاو است، اله شما فیل هست و هیکل و دیگر چیزها هست. اما همه الهانتون این باطل است بجز الله سبحانه و تعالی. اله یگانه، معبود یگانه برحق، یعنی حقیقی، آنی که حقی پرستیش دارد، پرستیده شونده، این الله است. دیگر معبودی برحق وجود ندارد. این الله است که زمین و آسمان را خلق کرده است و تمام چیزهایی که در این دنیا وجود دارد خلق کرده است. و این معبودانی که شما مشرکان پرستیش میکنید، این هم الله خلق کرده است. پس الله مستحق عبادت است. الله حقدارترین ذات برای عبادت شدن دارد. دیگر هیچ چیز در این دنیا حقی معبودی ندارد. این معنای لا اله الحق، یعنی نیست معبودی بر حق. این دلالت میکند که حتی در اصول فقه هم یک موضوع وجود دارد، مفهوم المخالفه، یعنی لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. این دلالت میکند که هست معبودی باطل، یعنی در این دنیا معبودان باطل زیاد هستند که مشرکان میپرستند، اما همه این معبود که بجز الله پرستیده میشد همه اش باطل است. آخرش دوزخ است، آخرش درد و رنج و عذاب است، ندامت و خسران است. یگانه اله، یگانه معبود، یگانه ذاتی که پرستیده میشود و حق است، مستحق پرستیده شدن دارد، این الله سبحانه و تعالی است. ببینید چقدر معنای زیبای لا اله الا الله. برای همین است که این کلمه مقصد تمام آفرینش است. معنای این کلمه این الله است. این کلمه دلالت میکند که الله یگانه رب، یگانه معبودی بر حق و دیگر همه باطل است. انا همین معنای لا اله الا الله است. پس الا الله، الا این استثناء، یعنی بجز. وقتی که الا می آید به زبان تاجیکی مگر، مثلا مگر الله، نیست معبودی بر حق مگر الله، بجز الله، غیر از الله.
همه اش معنای درست است. لا اله الحق الا الله، نیست معبودی برحق بجز الله، مگر الله، بغیر الله دیگه همه معبودان باطلند. همه این معناها درست است. الا الله استثناء من الخبر المرفوع. الا الله ركن لا اله الا الله، لا اله الحق الا الله. الله آخرش هو است، یعنی او، چرا که خبر استثناء از خبر مرفوع است. اما کلمه الله این اسم الله سبحانه و تعالی است، نام ذات یگانه، ذاتی که بی‌نیاز است، یگانه است، شریک ندارد، زنده و پاینده است، عیب ندارد، نقصان ندارد، همیشه همه بندگانش را می‌بیند، می‌شنود، می‌داند. و این الله به نهایت بزرگ است سبحانه و تعالی و موحدین را دوست دارد و از مشرکین غضبش می آید و بیزار و بری هست از خود مشرکین و عملهای شرکیشان. الله نام این ذات الله هست و تمام دیگر نامهایی که در قرآن و در سنت ذکر شده است، 99 نامی که ما میدانیم، 98 نام زیر انمین الله هست، یعنی الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عموما نام های الله سبحانه و تعالی همه اش در زیر الله است. یعنی از همه این نام های 99 نام الله بزرگترین نام کدام است؟ الله است و دیگر نام ها زیر همین الله است. گویا که الله را، نام الله همین که الله را شرح می دهد، دیگر کلمه ها معنای الله است. همه این نام های الله به زیر الله می آید، اما الله به زیر یگان نام نرفته است. تا امروز هیچ کسی قادر نشده است که نامش را الله گوید و انمین الله نام بزرگترین الله است. الله اکبر. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، دعا کردن با این کلمه در حقیقت شفا هست. وقتی که دعا میکنید بگوید یا الله، ای الله، اللهم. اللهم یا معنیش یا الله گفتنی معنی دارد، یعنی اللهم ربنا اگر بگوید اللهم معنیش یا الله، اما در زبان عربی اختصار کردن اللهم. در سنت دعاهای زیاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین معنا آمده است، اللهم. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، الله نام بزرگترین الله است. اما افسوس که امروز مردمان مسلمان فارسی زبان به جای الله خدا میگویند یا که پروردگار میگویند. این غلط است. کلمه الله ترجمه نشونده کلمه است. به یگان کلمه دیگر معنای الله را دادن ناممکن است. ما گفتیم حتی 99 نام الله گفتیم از همه بزرگترینش الله است. 98 نام به زیر الله می آید، معنی الله را می دهد. پس به یک کلمه خدا نام الله را ترجمه کردن، معنی دادن، این نادرست است. این کم نظری کردن بر این نام است. گرچنده که بعضی از متکلمین اهل کلام فلسفه، آنانی که عقلی هستند، یعنی به قرآن و سنت چنگ نمیزنند، اونها به فکرشان چیزی خواهند میگویند که امروز افسوس، صد افسوس که این چنین مردم هم زیاد شده است. عقلش را از نقل پیش میگیرد. اهل بدعت همین چنین هستند، یعنی عقلشان را از قرآن و سنت پیش میگیرند، میگن که هیچ باکی ندارد، خدا گفتن بگیرید. کسانی که میگویند که خدا نگوید و الله بگوید، اینها تنگ نظرم میگد. اعوذ بالله من ذلک. کی نظری تنگ دارد؟ کسی که به قرآن و سنت چنگ میزند، یا کسی که از قرآن و سنت دست کشیده است و به عقلی
کمی خود به عقل ناچیز خود اعتماد کرده است. البته کسی که به قرآن و سنت چنگ میزند، به منهج رسول الله، صحابگان، امامان چنگ میزند، این نجات یافته است. رسول الله گفت، صحابگانش الله گفتند، تمام امامان الله گفتند. کسی کلمه را ترجمه به خدا نکرد، پروردگار نکرد. پس ای مسلمان، ای موحد، ای بزرگوار، الله به تو برکه بدهد. بگو الله. وقتی که دعا میکنی الله به من رزق بده میگویی، به مجرد گفتن الله دعایت قبول خواهد شد. الله این اسم اعظم است، چگونه که در حدیث ها آمده است: الله احد صمد المنان الاول الاخر الظاهر الباطن الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. این نام های بزرگ الله، اسم اعظم، اسم نام اعظم بزرگترین که اذا دعی به اجاب، وقتی که به همین نام ها دعا میکنید دعای شما قبول می شود. الله از اولین و بزرگترین اسم اعظم است. وقتی که الله میگوید دعا میکنید، الله میگوید میطلبید، الله میگوید شفا میطلبید، الله میگوید علم میطلبید، بلا را از خود میرانید، میگید که الله بلا را از من دور کن، از شیطان مرا نجات بده، با مجرد گفتن الله به فضیلت نام الله دعای شما قبول خواهد گشت. اما وقتی که خدا میگوید در حقیقت شما تقصیر کردید، کمبودی کردید و نام الله سبحانه و تعالی را تغییر دادید. علما میگن الحاد فی اسماء الله، الحاد در نام های الله همین است که معنی داد به غیر معنایش بکنید یا که پروردگار گفتن. پس این بهترین و افضلترین راه برای مسلمان است که الله را الله بگوید. بارک الله فیکم. سوال اینجاست که کلمه الله آیا مشتق است یا که غیر مشتق؟ یعنی مشتق یا جامد. یعنی کلمه که الله آیا از دیگر کلمه گرفته شده است، پیدا شده است، ریشه دارد یا ندارد؟ جامد کلمه که ریشه ندارد، خودش هست و ریشه ندارد. البته در این مسئله در اهل سنت و الجماعت علما به دو قسم تقسیم میشن. میگن اسم جلاله، اسم الجلاله، یعنی اسم الله را اسم الجلاله میگن. الله اسم الجلاله. این میگن نام به ذات مقدس الله سبحانه و تعالی است، نامی که الله به خودش گذاشته است، الله تبارک و تعالی. و میگن این نام لفظ جامد است، یعنی لفظ خشک است، مشتق نیست، از دیگر کلمه گرفته نشده است. الله همین نام را گذاشته است به خودش. قول دوم این است که الله این کلمه مشتق است، یعنی از دیگر کلمه گرفته شده است، از کلمه اله، معبود، از معبود الله گرفته شده است. و این سخن را علمای نحوی اهل سنت سیبوی، خلیل، کسائی، فرا و همین سخن را ابن القیم الجوزی و اینچنین شیخ الاسلام تیمیه هم بعضی در قولهایشان ذکر شده است که همین سخن را چی میکنند؟ تأیید میکنند و صحیح میدانند. و این سخنشان در حقیقت اصل دارد از سخنی ابن عباس رضی الله عنه، مفسر و محدث و بحر این امت، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کردند که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. اما بچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه ابن عباس میگن که الله صاحب الوهیت است و معبودیت است به تمام بندگانش. از همین سخن میگن که الله صاحب الوهیت یعنی از کلمه اله گرفته شده است، که این روایت رو امام ابن جریر طبری میگن. و البته همین سخن میگن سخنی صحیح است. و این چونین در عصر حاضر علمای معاصر ما، علمای اهل سنت و الجماعت، علمای محدثین و کبار علما همه میگن که الله مشتق از اله گرفته شده است و معنای اله معلوه بالعباده. معلوه بالاله یعنی اله چی معنی دارد؟ اله میگن معلوه بالعباده. معلوه بالعباده یعنی
اله یک ذاتی است که تمام قلبها، تمام دلها مایل به طرف همون است، همون را میخواهد، اشتهای نزدیک شدن به همون ذات دارد. در قلب هر یک انسان وجود دارد، مایل به طرف اله است. اله یعنی معبود. همه رغبت دارد به سوی اله، از اله، از این معبود نفع میخواهد، فایده میخواهد، یا که میخواهد که ضرر از اون دور شود. این مقصد تمام زندگی انسان ها است. میخواهند که فایده برند و ضرر از اونها دور شود. بارک الله فیکم. پس بعض از انسان ها در معنی داد لا اله الا الله ما گفتیم اله، لا اله الحق، گفتیم نیست معبودی بر حق. بعضی از انسان ها لا اله موجود به جای حق موجود میگن، یعنی نیست معبودی به وجود داشته بجز الله. این چنین معنی دادن غلط است. این چنین معنی دادن چه خیلی که بیان کردیم غلط است. خبری لا این الحق است، موجود نیست. برای اون که ما میگیم وقتی که شما گفتید که نیست معبودی موجود، نیست معبود موجود بجز الله میگید، دیگر انسان میتواند به شما اعتراض بکند که موجود اله باز هست، دیگر در این دنیا معبودان وجود دارند، مشرکان بسیار معبودها دارند. پس این بود معنای لا اله الا الله. مختصرا میگویم لا اله الحق الا الله، نیست معبود بر حق بجز الله و محمد بنده الله و رسول الله هم که انشاءالله در حلقه های دیگر بیان میکنیم. جزء دومی این کلمه را ان محمد رسول الله را در حلقه های دیگر بیان میکنیم. پس این معنای لا اله الا الله است و در حقیقت معنای بزرگ دارد و یگانگی الله سبحانه و تعالی را میفهماند و بیان میکند. ببینید مقصد دین این یگانه عبادت کردن الله است. همین مقصد دین است و الله سبحانه و تعالی از من شما همین را میخواد. بارک الله فیکم. پس این معنای کلمه لا اله الا الله بود. این کلمه لا اله الا الله همان وقت به صاحبش، به گوینده اش منفعت می بخشد که این کلمه را به زبانش بگوید، معنایش را فهمد. اما کسی که معنای لا اله الا الله را نمیفهمد این کلمه به وی هیچ فایده ندارد. لا اله الا الله بگوید به مانند یک کلمه انگلیسی بگوید. منم به شما دو سه کلمه انگلیسی میتوانم بگویم اما معنیش را نمیفهمم، چی لازم است؟ از این کلمه هیچ فایده نیست. این چنین کسی که کلمه لا اله الا الله را میگوید معنیش را هیچ نمیفهمد، به صاحبش، به گوینده اش فایده ندارد. یعنی به زبان بگوید، معنیش را اعتقاد بکند، بفهمد اعتقاد بکند، به قلبش، به قلب باید قبول بکند و به مقتضا و طلبات لا اله الا الله عملا به جسمش اجرا نماید، عمل بکند. یعنی همه این چیزها به وجود آمدن سه چیز، یعنی همان وقت یعنی کلمه لا اله الا الله به صاحبش فایده میبخشد که سه چیز به وجود آید. اولین چیز رکنهای لا اله الا الله را به جا بیاورد که بعد از کمی به شما بیان میکنیم، و به طاغوت کفر ورزد، یعنی به غیر الله به دیگر چیزها کفر ورزد، کافر شود، به دیگر چیزها رد نماید. کفر یعنی رد کردن، پوشیدن، غیر الله را رد بکند. دوم لا اله الا الله 7 شرط دارد، به همین 7 شرط عمل نماید. سوم شکننده از شکننده های لا اله الا الله را به جا نآورد. اگر همین سه چیز را به وجود آورد، مقصد به همین سه چیز عمل نماید، یک چیز را شکننده ها را ترک کند و به رکنش به شرط عمل، به شرط لا اله الا الله عمل نماید، در حقیقت این کلمه
در این حالت به صاحبش منفعت می بخشد. بارک الله فیکم. بله، لا اله الا الله رکن دارد، دو رکن دارد، ستون دارد، و لا اله الا الله شرط دارد، 7 شرط دارد. و لا اله الا الله شکننده ها دارد. شکننده های لا اله الا الله به نهایت زیاد است و شیخ الاسلام مجدد الدین محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 10 تا این را در کتاب نواقض الاسلام ذکر کردند که ما در درس های گذشته شکننده های اسلام را شرح دادیم. شکننده های اسلام را در 17 حلقه شرح دادیم. بارک الله فیکم. کسی میخواهد حرکت بکند، کوشش بکند و این شکننده ها را تعلیم بگیرد تا که از این شکننده ها دور باشد. پس لا اله الا الله به نهایت معنای بزرگ دارد و به تمام جزئیات و قسم های دین دلالت میکند. مثلا لا اله الا الله کلمه توحید دلالت به توحید مطابقه میکند. علما میگن دلالت المطابقه، دلالت التضمن و دلالت الملازمه، التزام. دلالت المطابقه همین است که لا اله الا الله کاملا 100% دلالت به توحید الوهیت میکند. یعنی توحید یکتاپرستی الله، یگانه الله را پرستید. و انمین کلمه لا اله الا الله، جمله لا اله الا الله به ما توحید الوهیت را می آموزد. توحید الوهیت را می آموزد. لا اله الحق، نیست معبود بر حق. این دلالت میکند که لا اله الا الله این 100% آشکارا مطابقه به چی میکند؟ توحید الوهیت، یکتا پرستیدن الله سبحانه و تعالی. که در حلقه های گذشته در اهمیت التوحید به شما معلوم گشت که توحید الوهیت چی است. و این چنین دلالت به ایمان به الله و توحید ربوبیت و توحید صفات و این چنین دلالت ولا برا میکند، اما تضمنا، یعنی در درون لا اله الا الله انا این چیزها هم در بر گرفته است. لا اله الا الله آشکارا توحید الوهیت را میکند، توحید المطابقه، دلالت المطابقه. و این چنین لا اله الا الله معنی زیادی را در بر میگیرد. در برگیرنده ایمان به الله است، دلالت به ایمان به الله میکند. در برگیرنده توحید ربوبیت است، در برگیرنده توحید صفات، اسماء و صفات است، و در برگیرنده الولاء والبراء است. یعنی به خاطر الله دوستی کردن و عمل نمودن و به خاطر الله بد دیدن کافران و دشمنان دین و طاغوت و عمل نمودن. بارک الله فیکم. این دلالت تضمن است. اما دلالت ملازمه چیست؟ یعنی به تمام باقی مانده از رکنهای ایمان، رکنهای اسلام و دیگر باقی مانده از مسائلی که تعلق و اهمیت زیادی در اسلام دارد، به اونها ملازمه، الزاما دلالت میکند. یعنی لا اله الا الله اساس مقصدش این توحید الوهیت است، مطابقه. برای اینکه توحید ربوبیت را هیچ کس انکار نمیکند، همه قبول دارد، غیر از فرعون که قبول نکرد و وفات کرد. خودش را الله گفت، اعوذ بالله من ذلك. یعنی خودش را اله گفت، نه الله اله گفت، خودش را معبود گفت. اما توحید ربوبیت را تمام انسان ها قبول میکنند. همون مشرکانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافرشان گفت، مشرکشان گفت، قتلشان کرد، ابو جهل، ابو لهب، عتبه و شیبه و ربیعه، همه اونها وقتی که سوال میکردید که به شما کی رزق میدهد، زمین و آسمان را کی میدارد، الله میگفت. و ما یرزقکم من السماء فسیقولون الله و ما یدبر الامر فسیقولون الله. توحید ربوبیه یعنی در توحید آفرینیش الله خودش رزق میدهد، خودش زنده میکند، خودش میمیراند، خودش یگانه در آفرینیش است. این توحید ربوبیت. اما توحید الوهیت دلالت به عبادت میکند. بارک الله فیکم. پس اهل سنت و الجماعت میگویند که لا اله الا الله برای زنده کردن توحید الوهیت آمده است. برای زنده کردن توحید الوهیت آمده است. چرا که
مردم از توحید ربوبیت با خبرند، اما در توحید الوهیت غلط میکنند، خطا میکنند و مشرک میشوند. قصداً یا که خطا یا که از سبب جهل یا تقلید و غیره مشرک میشوند. پس بارک الله فیکم، این معنی داد اهل سنت و الجماعت است. تمام رسولان کتاب، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم کتاب قرآن لا اله الا الله برای توحید الالوهیت نازل شده است. چرا که مردم در توحید ربوبیت مشکلی نداشتند، اما در توحید ربوبیت مشکلی داشتند که این انشاءالله در حلقه های آینده به شما ذکر کرده میشد. اما مخالفین اهل بدعت معنی لا اله الا الله را چگونه بیان میکنند؟ اولا اشعری ها، متکلمین اهل کلام، فلسفه و منطق و اهل کلام از اشعری ها و ماتریدی ها و معتزله ها و رافضه ها و غیر اینها از اهل کلام معنای لا اله الا الله را چی میگن؟ ببینید، لا قادر على الاختراع الا الله. ما گفتیم لا اله الحق الا الله، ای لا معبود حق الا الله، یگان معبودی بر حق بجز الله وجود ندارد. این سخن اهل سنت و جماعت است. اما سخن اهل بدعت، اهل کلام، اشاعره، اشعری ها، ماتریدی ها، معتزله ها، رافضه ها میگن که نیست قادر به وجود آورنده بجز الله، نیست قادر بر اختراع. اختراع یعنی یک چیزی که علی غیر مثال سابق، مثال سابق نداشت به وجود آورنده این چیز غیر از الله وجود ندارد. یعنی یک چیزی که اصلا وجود نداشت، مثال سابقش نیست، این چیز را بجز الله هیچ کس خلق کرده نمیتواند. معنی سخن اشعری ها، ماتریدی و معتزله، رافضه ها، اهل کلام، معنی سخنشان این توحید ربوبیت است. ببینید، اهل سنت میگن که لا اله الا الله برای توحید الوهیت آمده است. این اهل کلام، اهل بدعت و ضلالت میگن که لا اله الا الله برای زنده کردن توحید ربوبیت آمده است. یعنی اونها معنی لا اله الا الله را به آفرینش میبرند، یعنی نیست رزق دهنده بجز الله، نیست آفرنده بجز الله، نیست اختراع کننده و پیدا کننده. اختراع کننده یعنی پیدا کننده. برای من علما میگن بدعت معناش اختراع، علی مثال غیر سابق هم گفتند. پس همه این معنایی که اهل بدعت میدهند معنای توحید الوهیت را نمیدهد، معنای توحید ربوبیت را میدهد. با گفته اینها اگر شما عبادت نکنید، شرک انجام دهید هم باقی ندارد. با گفته اینها تمام مشرکان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان بودند. برای چی؟ برای که ابو لهب، ابو جهلی که قرآن اونها را کافر گفته است، پیامبر صلی الله علیه و اونها را کافر گفتند، در حالت شرک مردند. پیامبر صلی الله علیه و کشته اند، ابو جهل را معاذ معوذ کشته است. اونها اقرار میکردند که یگان اختراع کننده نیست بجز الله، یگان رزق دهنده نیست بجز الله، یگان مراننده نیست بجز الله، یگان زنده کننده نیست بجز الله. ابو جهل هم میگفت. مشکلی ابو جهل، ابو لهب در این بود که در حالت عبادت کردن الله شرک میکرد، بت را میپرستید و همین بت را هم خودش را الله یا اله نمیگفت، معبود نمیگفت، میگفت که این ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها را نمیپرستیم مگر هم اینکه به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک کند، یعنی وسیله میگرفت. یا که این چنین میگن ولا رب الا الله، نیست یگان تربیت کننده یعنی نگاه دارنده امور بجز الله. پس به این مقصدشان، به این سخنشان اشعری ها، ماتریدی ها، معتزله، رافضه ها معنای لا اله الا الله تفسیر میکنند بر ربوبیت. و البته این باز میگردد به جهل اینها به معنای اله. در حقیقت اشعری و ماتریدی و معتزله و رافضه اینها به معنای اله جاهلند. آنه که معنای اله گفته معبود است. اله در نزد اهل سنت و جماعت معبود، یک ذاتی پرستیده شونده، یک ذاتی که همه به اون عبادت میکنند. اما در نزد اهل بدعت خالق، معبود را خالق میگویند. سبحان الله، کلمه را تعویل کردند، یعنی تحریف کردند. در زبان عربی کلمه اله
این معبود است. اما در نزد اهل بدعت اله این معناش خالق یا که مخترع یا که رب یا که قادر است. یعنی لا قادر الا الله، لا قادر على الاختراع الا الله، لا رب الا الله، همچنین میگن. اما معنای این در قسم اول اهل بدعت بود. قسم دوم اهل بدعت فلسفی ها که از یونانی ها گرفته شده است، اینا میگن که لا متحیر فیه الا الله، یعنی نیست اون چیزی که در وی همه حیران هستند بجز الله، یعنی یگانه چیزی که همه در وی در حقش حیران میشوند متحیر هستند این الله است. عادتا فلسفه ها که از یونسکو گرفته شده است میگن از یونان قدیم، از رومی ها و اونها این علم برآمده است، در بسیار حالت متحیر هستند، به حیرت زده اند. یعنی میگن که نیست حیرت زده چیزی بجز الله، یعنی به الله حیرت میزنند. الله میگن این یک ذاتی است که متحیر هستیم ما در حقش و در آخر ملحد میشوند. لا متحیر فیه الا الله میگن، لا اله الا الله را لا متحیر فیه الا الله میگن و این غلط است و این کفر است. اما معناش در نزد حلولی ها، اتحادی ها و اصحاب وحده، یعنی در این مسئله انشاءالله در حلقه های آینده در شرح توحید به شما صحبت میکنیم. حلولی یعنی کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی را در همه چیز میبینند. اتحاد یا که اصحاب الوحده همین است که الله یگانه است و در همه جا وجود دارد. میگن یعنی اون چیزهایی که شما میبینید، درخت، حیوان، اعوذ بالله من ذلک، تمام نمود انسان ها، میگن همون الله است و در درونش همون چی است؟ الله است. برای میگن که لا موجود الا الله، یعنی الله در نزد اونها عین الوجود است، یعنی همون چیزی که وجود دارد حاضر همون الله است. میگن اعوذ بالله من ذلک، لا موجود الا الله، یعنی یگان چیزی وجود ندارد بجز الله، یعنی تمام چیزی که امروز وجود دارد این الله است. اعوذ بالله من ذلک. ابن عربی و بسیار صوفی های غلات و اینچنین در بعضی حالتها جهمیه غلات، رافضه هم در بعضی از قسمهایش به همین عقیده رفته است. یعنی تمام چیزهایی که در روی دنیا هست میگن همین اله است، یعنی یگان چیزی وجود ندارد مگرم این که همون الله است. اگر پرسیدید که این حیوان در پیشتون وجود دارد این کی است؟ میگن که این اعوذ بالله در درون این الله است. میگن انا من را عبادت کنید الله است. از نظر این مشرکین وقتی که شما کی را پرستیدید، وقتی که شما یک بت را پرستیدید مسلمانید، یا که تمام مشرکین مسلمان هستند و اونها کفر ندارند. اعوذ بالله من ذلک. در حقیقت این قسم از انسان ها هم خود را نسبت به اسلام میدهند. سبحان الله، سبحان الله که مشرک شده اند، 100% مشرک شده اند، لیکن خود را نسبت به اسلام میدهند و خود را فرقه حتی نجات یافته میگویند. این چنین یک بطلان و زلالت هم دارند. بارک الله فیکم. و این فرقه سوم اهل ضلالت و گمراه اهل بدعت بود. فرقه چهارمی که معنای لا اله الا الله را خطا بیان میکنند این قبوری ها هستند، قبر پرستا و صوفی ها. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. ان شاء الله وقتی که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق داد فرقه صوفی را به شما در حلقه های جداگانه بیان می نماییم. اما بفهمید که صوفی ها فرسخ ها از حق دور هستند. صوفی ها معنای کلمه لا اله الا الله را هم غلط بیان می کنند، بزرگترین کلمه را خطا می فهمند. برای قبوری، اکثر قبوری ها صوفی هستند، یعنی قبر پرستو اکثرش صوفی هستند. میگن لا اله الا الله یعنی لا اله فی الوجود الا الله، میگن نیست معبود در وجود بجز الله. سبحان الله. پس مقصد اینها از این سخن باطلشون این است که یعنی قبوری صوفی ها اله و معبود را میگن آنی که
اله و معبود همان ذاتی هست که خلق میکند، زمین و آسمان را نگه میدارد. مثلا میگن الله یک ذاتی هست که خلق میکند، زمین و آسمان را نگه میدارد و میمیراند، زنده میکند. در بعضی حالت میمیراند، زنده میکند. اما میگن دعا، عبادت، استغاثه، استعانه، همه این نمود عبادت میگن به اولیا کرده میشد. سبحان الله. حتی به خاطر این که لا اله الا الله را خطا فهمیدند، از سبب خطا فهمی لا اله الا الله، صوفی های قبوری ها گفتند اولیاها قدرت به نفع دارند، یعنی قدرت دارند که به شما فایده دهند. فایده یعنی به شما فرزند داشته باشید، فرزند میدهد، به شما رزق میدهد. این چنین اعوذ بالله من ذلک. و تدبیر کار شما، مشکلات شما رو حل میکند. اما میگن این از باب سبب است، نه از باب تأثیر. تأثیر از الله است میگن، اما سببی تمام نیکی ها این میگن اولیاء هستند. و میگن الله این اولیاء را قدرتمند کرده است، یعنی الله به اولیاء قدرت داده است، کرامت داده است که آنها چی بکنند؟ نفع، یعنی به مردم فایده رسانند. و به سبب خطا فهمی کلمه لا اله الا الله مشرک شدند و کافر شدند. بارک الله فیکم. این چنین سخنی وجود ندارد که انسان همیشه به خواست خودش کرامت داشته باشد. یعنی اگر یک کسی بگوید که من کرامت دارم، کدام زمانی که آمدید من به شما فایده میدم، مثلا یک چیزی گوشته شما را یافته میدم، یا که یک درد شما را شفا میدم، یا که یک طلب شما بجنبرم، این اعوذ بالله من ذلک هیچ کرامتی ندارد. این اولیاء هم نیست، این یک شیطان است. کرامت به اختیار خودی بنده نمی شود. کرامت به اختیار خودی بنده نمی شود. در حالتهای سخت الله سبحانه و تعالی به شما یک کرامتی را می دهد که خود شما در حیرت میمانید، خود به خود از مشکلی دور می شوید. این کرامت است. اما کی خواستید کرامت پیدا نمی شود. این یک از باب فایده بود. پس این 4 فرقه اهل بدعت و ضلالت و مخالفین اهل سنت و جماعت در مسئله لا اله الا الله بود. فرقه اول اشعری، ماتریدی، معتزله، رافضه. لا اله الا الله را چی میگن؟ لا قادر علی الاختراع الا الله ولا رب الا الله میگن. و اونها معنای معبود را، اله را، معنای معبود را یعنی اله معبود را و یا چی میگن؟ تفسیر به خالق، مخترع، رب و قادر میگن. اهل بدعت و خرافات دوم مخالفین اهل سنت و جماعت اهل فلاسفه هستند، فلسفی ها که لا اله الا الله را میگن لا متحیر فیه الا الله. فرقه سوم از فرقه گمراه شدگان و خار شدگان و مشرکان حلولیه، اتحادیه، اصحاب الوحدت الوجود، بدترین این انسان ها میگن که لا موجود الا الله. اعوذ بالله من ذلك. الله در نزد اونها عین الوجود است، یعنی چیزی که وجود دارد در روی زمین راه میگردد همون الله است میگن. اعوذ بالله من ذلك. چهارمین فرقه باطل این است که میگن معنای لا اله الا الله میگن لا اله فی الوجود الا الله. اعوذ بالله من ذلك. و این سخنی قبوریه و صوفی است. پس اکنون به شما بار دیگر تکرار میکنیم که کلمه لا اله الا الله معنای حقش، معنای درستش، اون معنایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما از جانب الله بیان کردند، اون معنایی که الله میخواد، این چی معنا است؟ این لا معبود بحق الا الله، لا اله الحق الا الله. لا اله یعنی لا معبود بحق الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله. معبود ذات پرستیده شونده، نیست یگان ذات پرستیده شونده بجز الله، نیست یگان ذات پرستیده شونده به حق بجز الله. در حقیقت لا اله الا الله دلالت به توحید عبادت الوهیت میکند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی را حمد میگویم که به ما توفیق داد که این بزرگترین سخن را، موضوع را به شما بیان نماییم.
البته این از توفیق الله سبحانه و تعالی و از فضلش و از کرمش بود. با من حلقه سومین خود را به پایان میرسانیم و در حلقه دیگر به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به لا اله الا الله دارد بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.